این که خدای مهربان این ساعت را برای ما خدای مهربان موفق گردانید و در همون ساعت شکر الله مهربان میکنم که قرار دارم و در دوام این چند روز سوالهای خیلی زیاد بر من ارسال شد. انشاءالله حد الامکان حرکت میکنم که تا چه اندازه یا تا چه وقتی را که اینجا صرف می شود با سوال های شما انشاءالله پاسخ گردانم. پیش از سوال های شما را جواب دادن و خواندن، برادران عزیز و گرامی، به همگان ما و شما معلوم است که یک چند روز بعد خدا خواهد ماه مبارک رمضان داخل می شود و انشاءالله دعا میکنیم که خدای مهربان روزه داشتن این ماه مبارک را برای یکایک ما و شما توفیقش را عطا کند. در این یک ماه مبارک الله مهربان برای ما وقت خوش، برای ما تن صحت نصیب گرداند تا که این یک ماه مبارک ما روزه بداریم، از ثواب و از فضیلت و از خیر و برکات این ماه برخوردار شویم. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند این خواهشاتی که داریم، این طلباتی که داریم برای روزه داشتن این ماه، الله برای هم برادران ما که در تاجیکستان عزیزمان هستند و چی در بیرون از تاجیکستان هستند، خدا همگان شما را هم تن صحت دهد، وقتی خوش نصیب کند، امکانیتی را خدا فراهم گرداند که شما این ماه مبارک روزش داشته توانید. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را میخواهم به سمع شما رسانم تا اینم برای یک میل شما با محبت شما، اخلاص شما به سوی این ماه مبارک باز زیاد گردد. اینقدر ترغیبات ها، اینقدر تشویقات های زیادی که برای این ماه مبارک است، برادرای عزیز، از این آیت های قرآن، از این حدیث های پیامبر برمی آید که حقیقتا این ماه را اگر ما روزه نداریم یا این ماه را اگر ما به اهمیتی کنیم، از روزه این ماه برادر عزیز روزه نگیریم، حقیقتا ما بسیار یک گویم ثوابی را، یک اجری را، بسیار یک اجر بزرگی را ما از دست دادگیم. زین لحاظ می آیم به سر حدیثی که من می خواهم از فضیلت این ماه برای ما بیان کند همگان گوش اندازیم. حدیث برادران عزیز و گرامی، حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با راوی این حدیث حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که حدیث گویم حدیث قدسی میگویند که پیامبرمون گفت و گفت الله ذوالجلال. الله ذوالجلال چی گفتند؟ گفتند کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. الله مهربان گفته بوده است که حقیقتا ماه رمضان یا روزه ماه رمضان، روزه داشتنش را بندگان من به خاطر من روزه میگیرند و این ماه ثواب این ماه را دادن، پاداش این روزدارها را دادنم الله مهربان میگوید این از جانب من است. مراد از این
سخنی که من خواندم برادران عزیز این است که بسیاری از عملهای ما وقتی انجام میتیم 10 ثواب دارد، مقصد با بیشتر از این دارد تا 700 ثواب دارد، لیکن الله مهربان ثواب روزه را پوشیده نگه می‌دارد. میگه و انا اجزی بهی، ثواب روزه‌دار را من می‌دهم، یعنی پاداش او را، اجر او را من می‌دانم و جز من هیچ کس مقصد از این آگاهی ندارد. از این سخن برمیآید برادران عزیز که خیلی و خیلی این روزه اجر و پاداش بزرگی دارد که خدای مهربان حتی عدد او را پوشیده نگه داشت که بجز ذات من کسی نمی‌داند. از این لحاظ معلوم است که الله مهربان هم بندگان روزه‌دار دوست می‌دارد و هم این ماه مبارک دوست می‌دارد. در دوام پیامبر نازنین ما گفتند که خدای مهربان گفته بود است که و صیام جنتون، شما می‌دانید که ماه رمضان به خاطر که این قدر اجر و پاداش و محبوبیت به سوی خدا دارد، این ماه را باز جنه خواندند. جنه به معنای برادر عزیز سپر. وقتی انسان در بر سپر داشته باشد و یا نگه دارنده هست، یعنی همینم سپر در اینجا به معنایی که شما را ماه مبارک رمضان نگه می دارد از عذاب دردناک آتش جهنم. در دوام حدیث پیامبر ما گفتن فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. برادرانی که روزه می دارین خوب در همین مسئله اهمیتی. خدای مهربان فرموده بود است که شخصی روزه‌دار هیچگاه باید در زبانش سخنی دروغ، سخنی بیهوده، سخنی مالایعنی، غیبت، حقارت باید در زبان روزه‌دار نباشد. برادران عزیز شما بینید که وقتی این سخن الله مهربان میارد مقصد این است که ما حدیث دیگر هم داریم. حدیث دیگری هم داریم که جناب امام ابو هریره که امام بخاری در کتاب صحیح خودش میارد، میگه من لم یدع قول الذر والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. هر کسی که اگر در ماه مبارک رمضان دروغ گفتن قطع نکند، غیبت کردن قطع نکند، حقارت کردن قطع نکند، بر نسبت یک برادرش تهمت و گمانهای بد ترک نکند، الله مهربان گفته بود است که دیگر برای من حاجت نیست که تو خواه طعام میخوری، خواه مقصد از نوشابه ها می نوشی، دیگر اختیار در دست خودت. یعنی آن پاداش و ثوابی را که من خواستم بر تو تیم، صد افسوس که تو با این رفتارها و کردارهای بسیار زشت و نادرست تو مقصد آن ثوابها را و آن اجرها را از دست دادی. حتی حدیثی هم داریم که الصوم جنتون ما لم یخرقها، روزه سپر است مادامی که شما این سپر نشکنید. یعنی معنیش این است که شکستنش انامین راه نادرست در ماه رمضان انتخاب کردن و در این ماه رمضان دروغ گفتن، در این ماه رمضان بیرحمی و بی انصافی کردن، این شایسته آدم روزه‌دار نیست. برادران عزیز از این لحاظ بین شرط ها را هم در داخل حدیث پیامبر نازنین گوش زد من دارد که مبادای به این کارها دست نزنید که شما از این بسیار پاداش بزرگ برادرای عزیز و گرامی محروم میشین. حتی بین در دوام حدیث میگه فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ او قاتله فلیقل اینی صائم. حتی چقدر عادی و ساده میگه اگر یک نفر شما را حقارت کند، حتی شما را اراده کشتن داشته باشد،
شما در عوضش برادر عزیز میگد هیچگاه حقارت نکنین، بلکه جواب تو بر او آدم این باشد این صائم، من روزدار هستم. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله فکر میکنم که این سخنهایی را که از حدیث قدسی برای شما بیان دارم انشاءالله شما را درک میکنین و در این ماه مبارک رمضان هیچگاه مقصد به این بی اهمیتی راه نمیتین. علل خصوص برادرانی که در این ماه مبارک شما مقصد در بازارها و در مغازه ها نشسته این ماه را من از همون ابتداها دائم گوشزد میکردم مردم باز میگم که در این ماه حرکت کنین که شما دنبال فایده های مالی تا نگردین. شما حرکت کنین که از همون مال آوردگیت زیان نبینی، یعنی همون مقصد مالی را که به چند مبلغ آوردی همون مبلغ تا اگر به دستت آورده توانی دیگرش را برادر از به خاطر ماه مبارک که این ثوابهایی که در پیش داری این را مقصد پیش رو بیار و از فایده ها پس بگرد، دستی مردم بگیر، در این ماه مبارک مردم یاردم که کمک که انشاءالله برادران عزیز و گرامی خداوند به طفیل این ماه مبارک با چند کرته در ماههای دیگر الله مهربان برای شما هم مالتان میتد و هم از ثواب این ماه برخوردار میشوید. شما اگر این ماه را فرصت دانین و گوین اکی این ماه غنیمت ایو، ما در همین ماه گرمی سودا میو، مقصد این حالت ها ایدست میروند، مردم مجبوره که یگان چیزی خرو ولی من از همینجا فایده به دست بیارم. برادر عزیز حقیقتا تو فایده به دست میاری، تو مبلغا را به دست میاری، تو از اون مبلغا مقصد ها بله ذخیره میکنی، ولی آن چیزی که خیلی مهم است برادر عزیز و گرامی وی از دست میتی. شاید برادرای عزیز در این ماه مبارک وقتی که تو مثال با بیرحمی و بی انصافی و دنبال مقصد به دست آوردن فایده زیاد اگر حرکت کنی، شاید یک نفر گوید که خدا برکت تگیرد، یا ای انسان ماه رمضان یک رحم نمیکنی. همین سخن این ممکن برادر عزیز در همون تجارتی تو، در مال تو، در حیات تو یگان زیانی را البته بر بالای تو بیارد. اینا من از برای همچون برادر مسلمان، همچون یک خیرخواه شما برادرای عزیز و گرامی برای شما مقصد رسانیدستم. دوام حدیث پیامبر ما گوش میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که والذی نفس محمد بیدی، قسم خوردن حضرت، قسم بر آن خدایی که هستی و نیستیم همه در نزد الله هست، عزت و خاریم همه در نزد الله هست. قسم بر آن الله مهربان. چی میگه در دوام قسم؟ لخلوف و فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. میگه همون بویی که در دهن روزدار هست، البته آدم از سحر تا بگه چیزی نخورد حتما دهان او بوی میکند. وقتی میگه بین خدای مهربان میگه همون بویی که در دهن روزدار هست وی به سوی من الله میگه محبوب تر است از بهترین مشک، از بهترین همون دوخی هایی که در روی عالم ارزش های بهت بلند دارند، از اونها در هم دیده بوی دهن روزدار برای من خوش است. ولی من امشب نگاه کردم، یک اخبار میخواندم، یکی از همون دوخی های 10 دوخی که در روی عالم گویم در مد اول میستن که دوخی های بینهایت قیمت، یکی از آنها را که استحصالش در دوبای بده است با همکاری بسیار متخصصای همی پرفیومریا که از فرانسیا، از شویتزاریا، از ایتالیا همگی دوخی ساختن که در شیشه که بسیار شیشه گرانبها بوده است که از بریلیانت ساخته شده است و در داخلش 3 لیتر گویم همون دوخی که به نام شموخ که اصلا این کلمه عربی است، اصلی ریشش همون شامیخ است،
یعنی هر چیزی که بلند باشد یا کوههای بلند شامیخ میگوید. انا همین دوخی بگیم که همین شموخ که ارزشش میگد 1,295,000 دلار بوده است. برادرای عزیز، من گفتم میتونم که الله مهربان میگد از بوی همون دهم نزد من بوی همون دهان روزدار محبوب است. در آخر الله مهربان چی گفت؟ گفت لصائم فرحتان، آدمی روزدار دو خرسندی دارد، برای او دو خرسندی عطا کردم. خب بین که یکی اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه. یکم خرسندی که بر او دادم هرگاهی که اگر همون لحظه روزه گشادن نزدیک شدن گیرد، 1 دقیقه و 2 دقیقه که ماندن میگیرد، میگه روزدار تا چند در دلش یک خرسندی پیدا میشود که الحال از طعام مقصد تناول میکنم. دویم خرسندیش گفت الله مهربان هرگاهی که او را داخل جنت کردم از نظر خودم از رحمت خودم من روزدار را خوشنود میگردانم. برادران عزیز و گرامی، اینجا متن حدیث به انجام میرسد و انشاءالله گفتی همون عزیزای خدا که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. زین لحاظ من انشاءالله گمانم همین است که آن چیزی را که من مختصرا هم که بیان کرده باشم برای آدم اهل فهم خدا خواهد این قبول است. انا من گوش کننده های این نواره از زمره کسانی میدانم که اونا انشاءالله از زمره نفرهای اهل فهمند، اهل توفیقند، اهل محبتند. اگر من میدانستم که این در جای مثال قرار دارم که هیچ کس مثال به این سخن، به این حدیث و به این دعوت اهمیت نمیتید، من هیچگاه برادر عزیز این حدیث را از ابتدا تا آخر نمیخواندم. زیرا عزیزای خدا میگن پیش نااهلان چی حاصل، ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خوار را. کمال خودجندی میگفت ببینین پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال. اگر ببینی که همون مردم همون نشستگان همون قوم وقتی که در سخن تو اهمیت نمیتین میگد اینا باقی ها هم مانندن. پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خوار را. مرغی که ارزن میخرد برای او دادن گوهر، یعنی این برادر عزیز غیر امکان است. اگر امروز برادرای ما این سخن ما را شنیدن، بعد این باز همون کردارها و همون زیشتگویی ها و همون سخنهای قبیحشان دوام دادن که گرفت، گفتی خواجه همون کمال خودجندی اینها همون مرغهای بودن که این دورها در پیش اونها حیف شده است. میایم برادرای عزیز به سر سوالهایی که در ما کردین. انشاءالله من این سوالها را به شما میخوانم و جوابهاشم میگردانم. بعضی از خواهرها از ما سوال کردن که همین 1 ماه مبارک امکان دارد که ما بعضی تبلتکه ها هست که وی استعمال میکنیم در همین 1 ماه مبارک همون بیماری زنانه ده، یعنی حیض میگن، در همون بیماری ما مبتلا نمیشیم و همین 1 ماه مبارک مقصد با پرگی روزه میگیریم. بله خواهرای عزیز، اینا صاحبای کتاب دانشمنده ها اجازت میتین به شرطی که اگر بر سلامتی شما زیان نیارد. اگر در سلامتی زیان نداشته باشد که شما ایره خودتان میدانین، این حالت ده استفاده بردن از همون تبلتکه ها برای منع همون، یعنی گوییم که نشدن همون بیماری زنانه انشاءالله هیچ باکی ندارد. بعضی ها سوال کردن که اگه اینجا سوال ها زیاد بودن، خواهرها برادرها سوال های تکراری هم هستن. از این لحاظ بعضی ها گفتن که اگر در این ماه مبارک ماها آبازی کنیم، آبازی فرق ندارد، خواه در داخل خانه باشد، خواه در حمام ها باشد،
خود در حوضها باشد، خود در دریاها باشد، همه جا برای آدمی روزدار البته مقصد اجازت است. فقط احتیاط کنین که از راه های مقصد دهان، از راه های بینی مقصد یا از راه های گوش، یعنی آب به حلق شما داخل نشود. و الا اگر این احتیاط شما کرده تانین، هیچ باکی ندارد آبازی کردن شما. دیگر نفرهای سوال کردن که در ماه رمضان ماها مقصد بیماریم و اگر مقصد اوکال استفاده بریم اجازت هست یا نه. اصلا برادران عزیز و خواهرای مهربان، هر کسی بیماری دارد که به سبب روزه گرفتن اگر بیماریش اوج بگیرد، شریعت اسلام اجازت دادن که این آدم حقی روزه را خوردن دارد. وقتی که خدای مهربان اگر بیماری را از او گرفت، تنش که صحت شد، بعد همین روزه های را که در حالت بیماری خورده بود، همین ها را قضا میگیرد. زین لحاظ شما مقصد در جان خودتان جبر نکنین. بسیار از نوعهای بیماری هایی که چی بیماری های قندن، چی بیماری های مقصد میدن، چی بیماری های روده هستند که اینها مقصد گرفتن برای اینها بسیار مشکلات ایجاد میکند. زین لحاظ برای شما شریعت این حقوق و این اجازت داده است. فقط شماها مقصد این را رعایت کنید. ولی بعضی بیماری های هست که مقصد نه چندان در او مشکلات ایجاد میکنه، اینها اگر بگیرن اجازت است. و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازت است. این اوکال خود در موشک باشد، خود در پوست باشد، خود در گوشت باشد، حتی در همین وین هم که باشد، فقط احتیاط از همون اوکال هایی که قوت دهندند. مقصد در ارگانیسم آدم وقتی قوت میبخشد، مثل همین گلوکوزواری، از همینش احتیاط کنین. دیگر هر اوکالی که شما مثال میگذرانین، خواه برای طبابت دنداناتان باشد، خواه برای مثال پس کردن تب باشد، یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکال هایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند، هیچی باکی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید.